الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت سوم از داستان اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما. اگه بیاد داشته باشید وقتی که عبدالله ابن زبیر در محاصره حجاج قرار گرفت، پسر اسما، و دیگه لحظات ساعات آخر توان مقابله داشت در برابر حجاج، و حجاج کعبه را به منجنیق بسته بود و گفتیم که عبدالله اومد به دیدار مادرش گفت برای چی تو این وقت اومدی به دیدار من؟ گفت مادر من اومدم که بالاخره با شما مشورتی بکنم. گفت چی؟ و بالاخره گفتیم که گفت اگه من الان همه یار منو ول کردن، تنها شدم، رها شدم و دیگه اگر صلاح میدونی تا من تسلیم بشم، اونا برای من پیامی فرستادن که تو بیا اگه تسلیم بشی به احتمال از اموال دنیا هر چند بخوای بهت میدیم و از اون طرف هم دیگه باهات کاری نداریم، فقط بیا بیعت کن با حاکم اموی. بعد اینجا دیگه اسما ناراحت شد، گفت هر کاری بخوای خودت بکنی و فلان اینها، تو اگر فکر میکنی بر حقی خب مقاومت بکن، اگه فکر میکنی بر باطلی سعی کن. به قول معروف بی خود هم به کشتن دادی و یارانت هم به کشتن دادی و مکر هم در این وضعیت قرار دادی. و بعد دیگه عبدالله گفت نه مادر، من اومده بودم همین چیزها رو بشنوم، من در واقع اومدم که اطمینان خاطر پیدا بکنم و هدف دیگری نداشتم. و شروع کردیم بالاخره حرفا رو گفتن و در پیش مادر این صحبت ها رو کردن. مادر لحظات آخر گفت عبدالله بیار تا تو رو من بالاخره ببوسم، بو کنم، چون بیناییش هم از دست داده بود. و عبدالله خب خم شد، دست و پای مادر رو شروع کرد بوسیدن. مادر در حالی که به سر و صورت عبدالله ابن زبیر پسرش دست میکشید و اینها و بو میکرد و میبوسید، دید که این لباسش زیر زره شل هست، زره هم شل و لباس جنگیشونو. گفت این چه طرزیه تو داری که واسه دامادی که نمیری، تو داری میدان جنگ میری و واسه شهادت میری، تو ممکنه کشته بشی یا بیفتی، بالاخره نباید برهنه باشه بدن تو، خودت محکم کن. به خاطر تو مادر اینجوری لباس پوشیدم. و بالاخره لباساشو زرهشو در آورد، لباساشو محکم کرد و دوباره زره رو به تن کرد. در این لحظه گفت مادر من از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، مادر جان کوتاهی نکنید در دعا در حق من که من در شرایط خیلی حساسیم، شاید یکی دو ساعت دیگه بیشتر نتونم مقاومت بکنم. در جنگ به جز تعداد اندکی از دوستان من کسی کنار من نیست. مادر دستهاشو به سوی آسمان بلند کرد اسما و گفت خدایا به خاطر قیام‌های شبانه‌ای که پسرم داشته بهش رحم بکن، به خاطر اون گریه‌هایی که در نیمه‌های شب برای عبادت تو می‌کرد و مردم خواب بودن بهش رحم بکن. خدایا به خاطر اون گرسنگی و تشنگی که در گرمای مدینه در اون سالهای هجرت کشید، خدای تو بهش رحم بکن. در گرمای مکه سختی کشید، بهش رحم بکن، در حالی که پسر من روزه بود و فلان. و خدایا این به پدر مادرش نیکی کرده، تو بهش رحم بکن. خدایا من امور این پسرم رو به تو سپردم و راضی هستم به اون چی که تو برای من مقدر بکنی و ثواب صابران رو خدایا نصیب من بکن. در هر صورت تا غروب خورشید زیاد طول نکشید تا اینکه عبدالله ابن زبیر به شهادت رسید. بعد از شهادت عبدالله ابن زبیر تقریبا 10-15 روز، شاید بیشتر طول نکشید که مادر ایشون اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما هم از دنیا رفت، به پسر خودش ملحق شد، در حالی که میگفتن 100 سال عمرش بود و یک دندون هم از دهنش حتی نیفتاده بود یا خراب نشد و عقلش هم حتی زائل نشده بود. میخوایم یه سری موارد رو ببینیم در زندگی اسما، چون خیلی مهم هست واقعا. این دختر ابوبکر ببینید چگونه پرورش پیدا کرده، دارای چه موقعیت هایی بوده. نقل کردن که وقتی حجاج عبدالله پسرش رو کشت، گفت مادر، اومد پیش اسما، گفتن که امیرالمومنین، یعنی اون خب خودش رو چیز میدونست دیگه، گفته که حجاج اومد پیش مادر عبدالله که گفته وصیتی کاری چیزی نداری، به من سفارش کرده اگه نیازی دارید مادر جان من براتون انجام بدم. اسما گفت نه من مادرتون نیستم، من مادر اون کسی هستم که سرشو قطع کردید، رو نیزه آویزون کردید و اون رو مصلوبش کردید، من به تو نیاز ندارم. بعد میگفت من همون کسی هم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برام تعریف کرده و گفته که میخوام داستانی رو من از پیامبر بگم که از قبیله سقیف کذاب 2 شخص بیرون میان، یکی که خیلی دروغگوه، یکی که خیلی کشنده، آدمکش و جنایتکاره. بله اون کسی که خیلی دروغگو بود که مختار ثقفی بود، این آدم جنایتکار تو هستی حجاج.
بعد حجاج گفت نه من آدمکش نیستم، من جز منافقین کسی دیگر رو نمیکشم. ببین اونها هم خب بلد بودن چجوری حرف بزنن. ولی برخورد خب اسما رو داشته باشید. اسما در میدانهای جهاد هم حضور داشت. در جنگ یرموک با پسر خودش و همسر خودش بدای نهایه ابن کثیر نقل کرده که حضور داشته. همینجوری نقل شده که در زمان جاهلیت، نگاه کنید میگه در مورد اسما حتی آیه از قرآن در یک مورد از رفتار ایشون نازل شده، به این معنا که یک مادری داشت که این میگم ام فی الجاهلیه، مادرش در جاهلیت حساب میشد که بهش گفته میشد قتیله یا قتیله بنت عبدالعزی. این یه روز برای بالاخره اسما یه مقداری هدایا آورده بود و روغن و کشک و اینجور چیزهایی که هست. اسما گفت نگاه کن من از شما هیچی قبول نمی کنم، تو خونه من هم نیایید تا این مگر که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این مورد اجازه بده. بعد رفت پیش ام المؤمنین عایشه که خب خواهرش بود و گفتش که اینجوری. ام المؤمنین عایشه هم رفت پیامبر خدا گفت آیات قرآن نازل شد لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. خدا من نکرده شما شروع که در مورد کسانی که با شما نمی جنگن در مسائل دینی و شما را از سرزمینتون اخراج نکردن بهشون نیکی نکنید. یعنی شما میتونید به مشرکان و کفار اینا نیکی بکنید، قسط و عدالت رو در مورد اونها رعایت بکنید، چرا که خداوند دوست داره. و اگر جنگی هست و دشمنی هست با کسانی که شما مؤمنان رو میکشن از سرزمینتون بیرون کردن. این موردی بود که طبری در تفسیر خودش آورده. همینجوری دوباره نقل شده که همین مسئله رو باز به گونه دیگه نقل کردن شیخان که اینجا اومده که میگه به مادرم من نیکی بکنم، صله رحم در حق مادرم به جا بیارم، در حالی که مشرک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته آره این کار رو بکن. که هم امام بخاری هم مسلم این مسئله رو نقل کردن. حتی در مورد صبر اسما بر گرسنگی داستان خیلی جالبی داره، شاید برای ماها خیلی عجیب باشه که طبرانی نقل کرده. میگه که اسما خودش میگه من یه روز در اون زمینی بودم داشتم کار میکردم که این زمین رو پیامبر داده بود به ابو سلمه و زبیر که رو زمین کار بکنن. زمینی از بنی نظیر بود و زبیر با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیرون رفته بودن و ما یه همسایه یهودی داشتیم. همسایه یهودی ما گوسفندی کشته بود و بالاخره گوشت گوسفند پخته بود و وقتی که گوشت گوسفند پخته بود یا کباب کرد یا چی، بوی این گوشت گوسفند به مشام من میرسید و این بو که وقتی مشام من رسید من هم خیلی گرسنه بودم، هیچ چیزی هم پیدا نکردم که من بخورم و از اون طرفم باردار بودم و نمیدونستم که چی کار بکنم. واقعا از اون ور گرسنگی، از این ور این بوی گوشت که طاقتم تمام شد. رفتم در خونه به اون زنه در زدم، گفتم اگه میشه از آتیشتون به من بدید که من میخوام مثلا اجاقمون آتیشش رو روشن بکنم. گفتم شاید به این بهانه چون بوی غذا میاد یک کمی من غذا بده. و در حالی که من به آتیش هم نیاز نداشتم. میگه که اون هیچ کار نکرد ولی همینجوری بوی گوشت به مشامم میرسید و بیشتر من این گرسنگی به هم فشار می آورد و دوباره دیدم نمیشه، دوباره برگشتم بخش آتیش خاموش شد، دوباره به من آتیش بده و تا بار سوم که دیگه وقتی که این کار شد میگه دیگه خیلی برام سخت شده بود، گرسنگی هم به فشار آورده بود، این بوی گوشتم به مشام خورده بود که دیگه وقتی اینجوری بار سوم پیش شد دیگه من نشستم شروع کردم گریه کردن. گفتم خدا خودت کمک کن، هم گرسنم هم دیگه تحمل ندارم. میگه در این موقع همسر اون زن یهودی میره پیشش و میگه امروز کسی اومده خونت؟ میگه چرا؟ میگه یک زن عربی اومده بود اینجا از ما، مثلا چون اونها عبری ان دیگه، از من آتیش میخواستم بهش آتیش بدم، چند بار اومد اینها. بعد میگه از این چیزی که ما خودمون میخوریم ببین نیکوکاری فرق نمیکنه در هر جای، به اون چیزی دادی یا نه بهش داد یا گفت نه ندادم، گفت برای اون بفرست که اون هم به قول معروف از این غذا بخوره. میگه دیگه برای من یک ظرفی غذا کردن، از همون غذا فرستادن و چقدر این غذا لذیذ بود. یه لحظه حس کنیم که چه کسانی ممکنه در اطراف ماها باشن و گرسنه باشن بوی غذای ما این کار رو بکنن. اینا دیگه صحابه های پیامبر هستن، یاران پیامبر که بهشتی ها هستن، ولی دیگه طبیعت انسانی این گونه است. ما هم باید این فکر ترحم رو داشته باشیم. میگن که اسما دختر ابوبکر رضی الله عنه وقتی که مریض میشد هر چی برده داشت برده‌هاش رو آزاد میکرد. یعنی اونجا خب رسم بود، زمان جنگ‌ها میگرفتن تقسیم میکردن، غلام کنیزی فلان، و
همیشه میگفت به دختراش به پسراش میگفت که انفاق کنید، صدقه بدید، منتظر نشید که دیگه پولتون زیاد بشه بعد صدقه بدید، چرا که شما خبر ندارید که چه فردا براتون اتفاق میفته. این تشویق رو همیشه در این مورد میکرد. عروه ابن زبیر پسرش نقل میکنه، میگه با برادرم عبدالله قبل از اینکه اینجا برن تو اون مسئله جنگ و اینها باشه، هم در اون زمان جنگ بود، میگه که اومدم پیش مادرمون، اومدیم بعد تقریبا میشه گفت بعد از این جریان دیگه، بعد عبدالله مرد و بعد مادرم هم از دنیا رفت بعد از چند روز دیگه. بعد عبدالله گفت مادر حالت چطوریه؟ مادر رو گفتش که عبدالله جان من درد دارم. بعد عبدالله گفت مادر میدونین که خود مرگ هم برای انسان یه عافیته. بعد گفتش که چیه، فکر میکنه منتظری که من بمیرم؟ نه من نمیمیرم. میگه خندید، نه من نمیمیرم مگر اینکه من به قول معروف دوست دارم که نمیرم مگر اینکه یا شهادت تو رو ببینم یا ببینم تو پیروز شدی. در هر دو صورت چشمام یا به شهادت روشن بشه یا به پیروزی تو. و دیگه خب در اصل تقدیر برای این بود که دیگه عبدالله بن زبیر شهید بشه. جالبه که میگن عبدالله بن عمر رفت پیش اسما بعد از شهادت عبدالله بن زبیر، که در حالی که عبدالله بن زبیر رو خب مصلوب کرده بودن، به صلیب کشیده بودن. بعد بهش گفتش که مادر چه وضعیتی داری، حال روزت چطوریه؟ گفت نگاه کن فرزندم، در این بدن که کشته شده هیچ چیزی وجود نداره، روح هست که نزد خدا هست. و ها ببخشید که عبدالله ابن عمر رو به اسما کرد، گفت در بدن چیزی نیست، شما نگران نباشید که اون الان به صلیب کشیدند و اونجا جلوی چشم مردم در مکه قرار دادن، شما هم تقوای الهی رو داشته باشید، صبر بکنید، خدا بهتون صبر بده. بعد رو کرد که چه چیزی میخواد مانع این بشه من صبر نکنم، در حالی که سر یحیی پیامبر رو این سرکشان بنی اسرائیل بریدن و به شهادت رسوندن. من دیگه چرا بخوام ناراحت بشم و بخوام مثلا صبر نکنم؟ من که دیگه کمتر از اونها نیستم. رو خیلی جالبه که میگن که حجاج فرستاد پیش اسما دختر ابوبکر که بیاد پیشش. اسما گفت من نمیرم. گفت اگه به اون نماینده گفت اگه نری بگو موهاتو میکشیم کشان تو رو، مثلا اونجا اصطلاح قرون آورده، شاخاتو میگیریم میکشیم، یعنی موهاتو میگیریم میکشیم کشان پیش حجاج میرید. گفت نه من نمیام تا مگر اینکه شما موهای منو بکشید کشان پیش حجاج ببرید. وقتی که این صحبت رو حجاج شنید خیلی عصبانی شد، سری گفت کفشامو بیارین، کفشاشو پوشید و رفت اونجا پیش اسما و گفت نظر چیه کاری رو که من با دشمن خدا کردم؟ منظورش پسر تو بود، میخواست این مادر رو بجزونه. گفتش که تو دنیای پسر من خراب کردی، در عوض آخرت خودت رو هم خراب کردی. یعنی تو با خراب کردن دنیای پسر من سبب شدی که آخرت خودت هم خراب بشه. من کسی هستم که به من گفته شده ذات النطاقین، خوب دقت بکن، قسم به خدا من همون شخص هستم، همون دختری هم که شال خودم دو تکه کردم و وسایل رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ابوبکر صدیق رو در هجرت آماده کردم. فراموش نکن که پیامبر خدا گفت که در ثقیف، قبیله ثقیف، یک کذاب و دروغگو هست و یک قتال و آدمکش و جنایتکار هست. کذاب که همون مختار ابن عبیدالله ثقفی هست، آدمکش هم که همون تو هستی، مهلکی هستی که در اینجا اومدی. بعد اینجا میگن دیگه حجاج بلند شد و رفت و دیگه ترک کرد اسما رو. حالا اینا تصاویر کوتاهی بود که خدمتتون ارائه دادیم و امیدواریم که تونسته باشیم از این لحظات ایمانی بهره مند شده باشیم. تا روز دیگه و جلسه دیگه و داستان دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.